درود بینندگان عزیز و ارجمند. بهار عروسی نازنین سال به دل و دیده ها فرح می بخشد. عید بانوان، جشن بین المللی نوروز، روز از روز به بر لباسی رنگارنگ گرفتن طبیعت ما را شاد می گرداند. صنعتکاران اهل هنر کوشش می نمایند که با ترانه و رقص‌های جذاب شادی و خرمی ما را ترنم سازند. تاجیک و ازبک ابدی باشد. جشن نوروز فرخنده باد. در مملکتمان ملت‌های گوناگون دوست و همجهت عمر بسر میبرند. این همبستگی و همدلی سال از سال باز هم مستحکم میگردد. بهار سال 2018 برای خلق‌های ازبکستان و تاجیکستان فراموش ناپذیر است. بازگشتن سرحد ازبکستان و تاجیکستان و با دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی روابط‌های دوستانه را باز هم رونق بخشیدن در منطقه برای رشد اقتصادیات همکاری‌های ثمره بخش تکانی مهم بخشید. مردم سرملتی ما از این همکاری‌ها، همایش‌ها سربلندانه عمری عزیز خویش را پیش میبرند. در ولایت فرغانه هم نمایندگان ملت‌های گوناگون زندگی دارند. لوحه ما آیدی فارد دستی فولکلوری خوشچنار خانه مدنیتی شهر قوسای می باشد. تشکیل شدن این انسامبل خوشکنار استاد جورابک اومدگی ای تاجیکستان من همینجا همین چیزا تشکیل کردم. من ای 78 سال است که من همین خوشکنار انسامبل کار برده است. برای هوای من همین انسامبل اند. من چند شاگردا هستن، ازبک و تاجیک و قرغیز و حتی که تاتار هم هستن. هر خیل ملت‌ها انا همین همجهت شده. من همین انسامبل را پیش برده شدم. انسامبل هر خیل اشولایی که تاجیکی های، ازبکی های، قرغیزی های، تاتاری های، بعد روسی های، هر خیل انسامبل انده من انتا ریپرتوار دارن. تا دولت من همین قدر چیکادیسیان 1000 بار شکر که با پروردگار همین قدر من آوادی شده است. تاجیک و ازبک یک تا ملت خودش. برای همین ملت ما همیشه قلمش میکنیم. من همیشه چند قدر تاجیکان، چند قدر ازبکان همیشه همین انسامبل را برده شیم. از کمی ندیدیم. 1000 بار شکر که با دولت ما انا با پرزیدنت ما 1000 بار شکر که من همین سنت احشا بسیار قلمش کردن. اینجا واسه من همین خیلی کارا ما از تای دل با میبریم با یا تشکیل کرده میمونیم. همین انسامبل یادم که تا همین حیات هستن همین انسامبل حرکت میکنیم که گرفته رفتنده. اصلا کمی نبینن. همین دولت پادشاهش اینا کمی نبینن. همیشه در
پروردگار باشند دایم. دستور انسمبل خوشچنار رنگارنگ است. برابر سرودهای تاجیکی، ازبکی، قرغیزی و غیره را با مهارتی به خود خاص می سرایند. همزمان رقاصه ها هم رقص های خلقای گوناگون را با نزاکت اجرا می کنند. Bizda Quvasoy shahrimiz juda ko'p millatli sanoat shahri bo'lganligi uchun bizda tatarlar, rus, koreys, o'zbek, tojik, qirg'iz juda ko'p millatli. Biz o'sha yoshligimizdan bu yerda shu hamma oqchechak tatar ansambli bo'lardi, qo'shchinor mana tojik ansambli. Biz shu yoshligimizdan qatnashib kelganmiz. To'ylarimiz billa o'tadi. Deyarli bir xil bo'ladi. Men tojikistonlik ustozimiz G'ufron aka bilan gaplashganimizda birga o'tirganmiz, doirachi ustozimiz. Men hayronman. Chi o'zbek, chi tojik, chi qirg'iz. To'yimiz bir bo'lsa, ma'rakamiz bir bo'lsa, biz hammamiz bitta millatmiz-ku deb o'sha bir dasturxonda o'tirganimizda shunday degandi. Biz shu mana shunaqa yurtda tug'ilganimizdan, shunaqa bir zaminda, shunaqa shaharda tug'ilganimdan, shunaqa ko'p millatli shaharda tug'ilganimdan xursandman. واقعاً دسته خوشچنار را هواداران سنت خوب می‌دانند. در شب نشینی ها، چاره‌بینی ها، عیدهای بین المللی نوروز و استقلال این دسته خلقی مرکز ملی تاجیکان ولایت فرغانه را معرفی می‌کنند. ما دوستان عزیز به همین جماعت خوشچنار 87 سال تشکیل شدگی این تشکیل شدگی سببچیش من اتاقخان ما عارف بابا من تشکیل کردی من ما باید دوام کرد رفتیم این 40 سال درنش من همین جماعت ما در شهر قواسای در شهر فرغانه چی تدبیر باشه توی تماشا باشه ما همه وقت در همونجا رفته اشتراک کرده هستیم. فعالیت ما من نغزه ای باباها ماماها شنیدگی سرودای ما ای سر نو کرده قطعی همین جماعه ما سروده اجرا میکنیم. نه فقط در فرغانه قواسای حتی در ازبکستان ولایت‌هاش رفته من جماعه ما قطعی اشتراک میکنیم. فعالیت ما من دوام کردیم من اشتراکشیامون نغز ما جدا اهل ایناق همگی ما جدا نغزیم همگی ما. امیدواریم جماعی سرغیرت و با مهارت خانه مدنیت شهر قواسای برای رشد و نموی فرهنگ، صنعت و موسیقی و عالم سحرانگیز رقص سی باسزا می‌گذارند و برای باز هم بالا برداشتن مهارت و شوق و هوس هوسکاران موفق می‌گردند. در این راه به آنها پیروزی‌ها تمنا داریم. سوز دبای دردم از برای گریه نیست از برای گریه نیست با خدا کار دیلم سوز نیست. همدیاران عزیز ارجمند در مهمانی برنامه دوست داشته‌تان یکی از حافظان معروف ازبکستان جمعگل رحمبرده می باشد. به برنامه ما خوش آمدید. من از بچگیم سرود نظم دیدم، رقص می‌فرد آمدم، سرود می‌خواندم در مکتب، در باغچه اجرا کرده می‌گشتم. سانه به خواندن در آمدم، در همین سرودهای اجرا کرده می‌گشتم.
این محبت رو نسبت سنت در خانه پدر و مادر شما رو دستگیری میکردن؟ چه قبول کردن؟ بچگی منده زید نبودن، بعد از وای رستنیم کمتر نخواستن، لیکن سانی رخصت دادن. رفته خودم با ویها درباره مادر، درباره پدر سرودهای گفتم تیم گریستش میدم میشنن. شدم زارده طبیبانم ای، بیا یک بار پدر جانم، پدر جانم. شدم زارده طبیبانم ای، بیا یک بار پدر جانم، پدر جانم. روم گویم مدارم نیست، شنم گویم قرارم نیست. گلی ریحان به دست آرم ای، پدر را من نمیابم، نمیابم. آفرین. چون که مثلا در حق مادر سرود زیاده است و در حق پدران که ما قبلگاه ما هستند، سرپناه ما هستند، سرود خیلی زیاده است. مهر پدر و مهر مادر در دل ما همیشه تنین انداز میگردد. بیاید بود همین سرود در حق مادر یک بیاد میکنیم، چون پدر و مادر برای ما در زندگی همیشه یک راهنما است، راه ما رو روشن میکنند. زیر دعای آنها ما به وایه میرسیم. درست؟ مادرم جانی دلم، بی تو جهان ناچار کنم. مادرم جانی دلم، بی تو جهان ناچار کنم. شیشه شکسته را هرچی کنم پیوست نشد. آفرین. اکنون که مادر و پدر را وصل میکنیم، به واسطه در حق وطن مادر هم سرود میخوانم. غیر از زبان مادرمون در زبان دولتی هم ایجاد کرده میتوانیم. در توی تنتنه ها، چاره‌بینی ها، عید استقلال، نوروز و دیگر روزها همیشه شما فعال اشتراک میکنید. در این دوره ها کدام سرود میخوانید؟ من hayatını severdim, apak saharlar. Ağuşiga talpınardım, sahi quyoshning. Men hayotni severdim, apak saharlar. Ağuşiga talpınardım, sahi quyoshning. Aytilmagan qo'shiqlarim qolib ketdilar. Qon sachragan armonimda 20 yoshning. Aytilmagan qo'shiqlarim qolib ketdilar. Qon sachragan armonimda 20 yoshning. شاگردا دارید؟ در اینجا شما کار میکنید به واسطه راهبر موسیقی خانه مرکزی مدنیت ناحیه آترق میباشد. چند شاگردان رو در این جاده تربیت میکنید؟ از شاگردان بسیارتر چرا طلب میکنید؟ از شاگردان ملتر هر یک گفتاسته سرود به اهمیت داده، مهرش مانده، اجرا کردنش طلب میکنم. شاگردان به یونی من استاده انسامبل دیم، نظم نواها سیهاشندیم خط نمیش میکنن. خطی من کتی سرود اجرا کرده یا نمانده مستن. مجنون شیار والتر غسیر
میکنه که شما هم استادا دارید، اون استادان چه ها رو یاد گرفتید و امروز به شاگردان چه ها رو می آموزانید؟ من استازم مهر عاقبت خوشماملگی، هر یک نفسی داشتگیم، هر یک قدمی من داشتگیم، من قدرش پرستن، همین چیزی یاد گرفتگیم. من جمگل جان، میدونم که شما از سرودهای آوازخوان خیلی معروف تمام فارسی زبانان دنیا احمد زایی را میخوانید، درست؟ بیا تا درد نو انشا کند دل، بیا تا درد نو پیدا کند دل. به بی دردی چی فرقی آدم و سنگ، بیا تا درد نو انشا کند دل.